دوست دارم، سیب تن دوست دارم، زبان موقتی نیم، خلق موقتی دوست دارم. مردم افغانستان تنها نمیگذاریم، ما دائم کمک کردیم، کمک میکنیم. رو افتاده نباشد، حیات زندگی خودش مبارزه است. این شادی نیست در این جهان، مهمتر از دیدار روی دوستان. نوری آریا. روزی تیرماهی، اما سردتر از فصل دی. هوا پرگرد، فضا بی روح و از طلاهای پاییز دور. همه زرد، همه آه، همه درد. مردم با جان خود و آسایش نزدیکان در نبرد. تالاری قصر ارباب، جمع آمده اهل مقام و منصب تا چارگر باشند به حال این ملت. اما چهره ها آشفته، نگاه ها آزرده، هراس مسکن گرفته در قلب آنها. شاید یگانه اندیشه این بود، نجات جان خود و عزیزان. نه منصب مهم بود و نه مقام، نه حال مردم پریشان. اما مردی به منبر برآمد این زمان، با یک جرأت و جسارت خاص، با صداقت و اخلاص، تاجیکانه، رستمانه، قهرمانانه. در لب سوگندی میهن، محبت آن در جان و تن. با تفاوت از دیگران، دوراندیش و کاردان، با عزم استوار، با اراده آهنین، با محبتی بی اندازه به این سرزمین. با چنین اهداف برگردانیدن ما به اصلی خویشتن، احیای تاجیکستان نوین، به مردم اهدای طلوع نورانی و آذری. صدایش پخش کرد فضای تالار را، مثلی که بانگ هوشیاری بود، ندای بیداری. آوای آزادی، غرور و وقار انگیزه داشت در گفتارش. حرفهایش از قلب بود و روانه به خلق. از دیده های گریان کودکان می گفت و از حالت جان کاه مادران. از کردار جوانان می گفت و از فردای تاجیکستان. مالی بده ایسان کرده تا موزنی گردوندن و تا هیچ کابوتی نبود. همه ما شیشتگی در این تالار باید یارو برادر باشیم، همفکر باشیم و تمام چاره ها بینید که در جمهوری به شرایط خودریزی گرفته شود. در مدت 7 ماه یگان چی میلاد 2 ولایت کار بکنند. آدمان شجاعت و نیزاران بکن میکنند. کودکان مرده ایستادند. یگان حرکتی اقتصادی و زندگی ولایت نیست. جای رفتن یک مراتبه همینجا یک دیگر تعلیق نیست. همه همین جنگزورا برای فرسیت خبری دیگر 3 سال رو همین آدم دیده شد، تنها برای فرسی برای رفتن. این اراده ارادت پذیر، این هدیه بی‌نظیر خدا
برای این مردمی آشفته خاطر لایق راهبری بود و سروری. این بود که انتخاب شد به این مقام رئیسی شورای عالی جمهوری تاجیکستان. هرچند شبهه ها و گمان ها زیاد بودند میان بعضی تالار بودگان، هرچند آنها را این اندیشه بود در سر که اون نیز تسلیم ناتوانی ها می گردد و مغلوب سنی کمی جوانی. اما سخنان آخرش مثلی که گفته می شود به سوی مردی برکمال، از سوی سروری صاحب سخن. من به هر یکی شما در دوره برای وطن خیلی دشوار مراجعت کرده به عقل و ذکاوت شما که وارثان فرزندان برومند ملت تاجیک هستید باور می کنم. من قسم یاد می کنم که تمام دانش و تجربه ام را برای در هر خانه و عائله برقرار شدن صلح روانه کرده، برای گل شکوفی وطن عزیزم صداقتمندانه محنت می کنم. برای نائل شدن به این نیت مقدس اگر لازم شود جان نثار می کنم، چون که من به آینده نیک وطنم و حیات خوشبختانه خلق اذیت کشیدم باور دارم. با حیث رئیس جمهور از اول تا به آخر یک مقصد دارد: تنجیب و آرامی در تمام قلمرو دولت تاجیکستان.
شهروندی فراری بودن بدانند. سوگند به آب و خاک مقدس وطن. وقتی که ما درباره قربانیان یادآور میشویم، البته هیچ چیز نمیتواند مثلا نزاع و جنگ را حق برآورد. از همین نقطه نظرم امروز وقتی که ما به تجربه صلح آفرینی تاجیکان نظر میافکنیم، واقعا میبینیم که نوابسته به اون پیامدهای وزنینی که این نزاع داشت، در برابر این همین تجربه موفقانه حل آن باعث به آن گردید که قرار امروز از جانب سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی همین تجربه صلح تاجیکستان همچون یک تجربه نادر اعتراف کردیم. یعنی امروز ما درباره به دست آوردن یک مدل خاص صلح آفرینی تاجیکان میتوانیم سخن گوییم که ما از توسط عملی نمودن آن امکان به دست آورد که یک نزاع بسیار مرکب و پیچیده در مهلت نسبتاً کم برطرف کرده شود. و البته وقتی که امروز به پهلوهای نظریوی همین مسئله نظر می‌افکنیم، می‌خوایم از دید تحلیلی آموزیم که مثلا کدام عامل‌ها تاثیر رسانیدن، کدام مکانیزم و تکنولوژی‌ها در همین روند صلح آفرینی استفاده برده شدن، ما امروز بچون و چرا به خلاصه می‌بینیم که تجربه صلح تاجیکان، مدل صلح تاجیکان این خودش نتیجه تجربه بود. یعنی ما یگان قالب تیار، یگان نظریه تیار نداشتیم که از روی آن عمل کرده باشیم. و معمار این مدل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. یعنی ما میدونیم که روند مذاکرات، روند گفت و شنیدهایی که یک مرحله معین رو در بر گرفت، این روند هموار نبود. در این حالت هم نافهمی ها می شدن، در این حالت هم زینه های مذاکراتی بودن که به نتیجه به انجام می افتند، ولی همین روحیه خاص صلح‌خواهی پیشوای معظم ملت، یعنی یک قوه اساسی تکان دهنده در راه رسیدن به همین مقصدی گذاشته شده بود. در چنین حالت پرورش کردن، نگاه داشتن تاجیکستان، این واقعا قهرمانی است. قهرمانی یک دولتمرد، یک فرزندی حقیقتا عزیز ملت. این ما در هر یک قدم احساس میکنیم. واقعا صنعت بلندی اداره‌کنی دولتی، فداکاری و تلاش‌های شبانه روزی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکان داد که در جمهوری تاجیکستان درگیری‌های داخلی خاموش گردیده به وحدت ملی دستیاب گردید. همین سیاست موفق ابرمرد سیاست پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امکان داد که تاجیکستان پس از به دست آوردن وحدت ملی راه وسعت کارهای آبادانی و سازندگی را پیش گرفته سیاست داخلی و خارجی خود را موفقانه پیش میبرد. مردم افغانستان را تنها نمیگذاریم. ما دائم کمک کردیم، کمک می‌کنیم. رو افتاده نباشد. حیات زندگی خودش مبارزه است. هیچ شادی نیست در این جهان مهمتر از دیدار روی دوستان. 27 ایون سال 1997 بعد همگی 5 سال اجرا شد این قول. ثابت شد وفا به عهد. امضا شد سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان. این تنها یک سند نبود، یک ملاقات دو جانبه، یک دیدار بدون تشویش و ترس. این سند رقم میزد آینده یک کشور را، فرا میگرفت فردای ملت را، تنزل میداد جمله تردید را، نوید میرساند از دوری دائمی نومیدی ها. پشت این سند، این دیدار، این سند و این امضا بود رنج های بیشمار، از خودگذشتن های این مردی جان مثال. نه خود می گفت، نه جان، نه تن،
تنها وطن می گفت و وطن. بعد گفتن از آن زمان، بعد یاد آوردن از آن روزهای بی سر و سامان، بعد ذکر آن لحظه های شوم و غم عیان، بعد ابراز اسم هزاران قربانیان، بعد تصویر عشقهای جانسوز مادران، فریاد امداد کودکان، آه عالمگیر پیران و برنایان، بعد قیاس تاجیکستان امروز و آن ایام، دیگر نمیتوان گفت جز این که واقعاً امام علی رحمان هدیه ایزدی است، اهدای خداست به این ملت. او سازنده است، بنیادگر، خردمند، هدایتگر، خویشتن شناس، خداگاه، احیاگر. این است که همین خلق، همین مردم خواندش اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت. و کنون کلی تاجیکان افتخارمندند با هستی این راهبر و سروری پیشوای کاردان. فکر میکنم که این آرزوی آمال نه تنها رئیس جمهور بود، این فکر آرمان تمام هر یک فرد یاری دوردست ما و هر یک فرد تاجیکستانی که پای 5-6 سال آخر داشت جامعه عمل پوشید. این بخت مردم تاجیکستان است. هزار سالها میگذرد و امروز روزی 27 و این سندی امضا شده ابدی به قدرش میرسند. آنچه که ما کردیم ما برای خودی، برای نسل‌های آینده، برای آبادی تاجیکستان، برای یک پارچه و بردوام بودن دولت تاجیکان، برای دوستی و برادری تمام خلقیت و ملت‌هایی که در کشور ما زندگی میکنند. وقتی که میگویم درباره همین ایده صلح میگوییم، همین ایده صلح همچون یک عنصر ترکیبی در خود همین کانسپت دولت سازی پیشوای معظم ملت موقع خاصه دارد. یعنی شما ببینید که از روزهای اول مسئولیت دولتداری به دوش گرفتن همین مسئله بود. یعنی مسئله گفتن که من کار خود را از صلح آغاز میکنم. یعنی ما در حقیقت هم دیدیم و مطمئن هم شدیم که یعنی این یک شعار پرتویی نبود، این یعنی که جلب توجه جامعه نبود، این یک مقصد اساسی برنامه‌ای بود که سرور حسن انتخاب در نزد خود گذاشتن، جامعه را با همین روحیه متحد کردن، اعتماد آنها را کامل کردن که در حقیقت هم در سرجمعی در یگانگی همفکری ممکن است ما با صلح سازی رسیم. و تجربه هم نشان داد که در حقیقت هم همین حل نزاع امکان دارد که با راه سازش، با راه گذشت یعنی که حل کرده شود، اگر به شرطی که در اینجا اراده سیاسی سروری دولت باشد. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اولین شخصیتی بود که زبان مادری مرا به منبر بلندترین جهان برداشت، برآورد و با لحن بسیار زیبا چنان صحبت کرد که تمام تالار سازمان ملل متحد به محبت من گفته میتوانم که مبهوت می شود، هم از سحر سخن زبان مادری من، زبان جهانگیر، زبان رودکی، زبان شاهنامه، زبان بوستان و گلستان، زبان مولوی که امروز بیشترین کتابی که در جهان چاپ می شود بعد از انجیل این کتاب های حضرت مولوی هستند. با همین من از این همیشه تشکر میکنم، شکرانه میکنم، افتخار میکنم، زیرا آنچه که ما از سر گذراندیم من در نظر دارم نسل ما از سر گذرانده است. ما زندگی بد نکردیم، اما همیشه در جام
ноби мо дар пиёлаи зулоли оби мо ҳамеша як хасе буд ки моро хотири моро мағжуш мекард. ин иҷозати сухан накардан, яъне истиқлолият ки надоштам ман наметавонистам дар бораи Наврӯз суҳбат кунам. برای امام علی رحمان آوردن صلح و آسایش و آرامی نبود آخرین هدف. او را عزم بود این تا معرفی نماید وطنی خود به عالمیان، بلند کند مقام تاجیکستان در عرصه جهان. این بود که در این سمت نیز رسید به مقصد و شد کامیاب و معتبر. اکنون سیاستش جهانیان را تسخیر کرد و تجربه صلحش آموختنی شد. با پیشنهادهای لایحه‌های نفع‌آور رفت تا بالاترین منبری سازمانی مهم به کل دنیا، سازمانی ملل متحد. از آن گفت درباره خطرهای جهانی، درباره آب و اقلیم، راه‌های حل مشکلات سیاره. نه یک بار بلکه چندین مراتب با پیشنهادات مهم و جالب شروع شد. هنوز پس از 3 سال به دست آوردن وحدت، مجمع عمومی سازمان ملل قبول کرد پیشنهاد این کشور و اعلان شد سال 2003 همچون سال بین المللی آب تازه. سپس ادامه یافت این اقدام ها. با تشبث این سرور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول کرد قطعنامه را در این مورد تا قبول شود. سال بین المللی همکاری آبی در سال 2013 و سال 2018 28 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، مشکلی آبشوی پیریخ‌ها نماند کنار از نظر راهبری ما. او گفت باز در همان منبر از حفظ پیریخ‌ها تا تشبث تاجیکستان سال اعلان شد همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها. این را خوانند از نجیب‌ترین اقدام پیشوا. همچنین اعلان شد با تشبث تاجیکستان 10 ساله عمل برای علم‌های کریاسفیر سالهای 2025 2034. اینها تنها یک نامگویند از آن معرف نامه های تاجیکستان از جانب پیشوای تاجیکان. در اصل آن زیادند و به پایان. حفظ پیریخ‌ها تنها مشکلات کشورهای دارای پیریخ‌ها نیست، بلکه یک بحران گلوبالی قابل توجه فوری جامعه جهانی می‌باشد. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар минтақа ва ҳам дар ҷаҳон чӣ нуфузе ҳамчун роҳбари сиёсӣ, ҳамчун як ташаббускори ташаббусҳои бесобиқа, ташаббусҳо дар бораи об ва хусусан ташаббуси манами охироншон ки барои 10 солаи оянда барои сулҳу устувориву суботи ҷавонон. ин як ҳуҷҷати шаҳодати муҳаббати як шахсияти бузург
ба наслҳои оянда фақат тоҷикистон нест, барои тамоми ҷаҳон аст. ин як меросбари ҳам Саъдии Шерозӣ, ҳам Анушервони Одил, ҳам ҳазрати мавлави дигару дигару ҳастанд. дар ҳамин замина масалан иқдомҳое ки пешвои муаззами миллат пеш гирифтанд зодан, масалан нашри шоҳнома ба ҳар як хонадон тақсим карда додани ин як таҷрибаи бисёр нодир аст. ҳатто ина коршиносони берун ҳам махсус қадр карданд ки масалан ин таҷрибаи беназир аст вақте ки аз номи сарвари давлат ба ҳар як оила китоб тақдим мешавад. инҳо ҳама омилҳое ҳастанд, василаҳое ҳастанд ки метавонанд сатҳи маърифат, сатҳи дониш, сатҳи ҷаҳонбинии аҳли ҷомеаро боло баранд ва инҳо он донишҳо, он маърифат, он гӯем ки доираи маълумоте мебошанд ки пеш аз ҳама ба эҳё ба таҳкими худшиносии мо таъсири бевоситаи худро мегузоранд ва худаш ҳам ҳамин аст. инсон то худаш нашиносад ва дигаронро шинохта наметавонад. аз ҳамин нуқтаи назарам имрӯз худшиносии миллӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ман фикр мекунам ки яке аз унсурҳои таркибӣ дар сиёсати давлатсозии пешвои муаззами миллат аст. ما در ایران نیاز داریم به گونه دیگری احیای شاهنامه و احیای ادبیات کلاسیک ما صورت بگیره و داره اتفاقهای خوبی هم میفته، مخصوصا فرصتی که فضای مجازی، همین رسانه های که تولید محتوا میشه از اینا دیده میشه، شعرخوانی ها اینا. اما داستان تاجیکستان متفاوت بود. داستان تاجیکستان ما یک گسست چند نسلی رو داشتیم، گسستی که این اشتیاق در افراد بود اما دستشون بنا به هر دلیلی به بعضی چیزها نمی رسید. اینجا نیاز به یک کار ویژه داشت و خوشبختی مردم تاجیکستان این بود که رئیس جمهوری داشتن که این رو متوجه بود و این کار نیاز جامعه تاجیکستان بود. این رو درک کرد، همت کرد، هزینه هاش رو پذیرفت. اگر بخواهیم در روزگار معاصر درباره فرهنگ آریایی صحبت بکنیم، دولت و کسی که از این فرهنگ در این روزگار حمایت کرده است با آن بپردازیم. حقیقت این است شخصیتی که به نظر همه ما میرسد که در این روزگار از فرهنگ آریایی پاسداری و پاسبانی کرده است به عنوان یک فرزند صادق و راستین این فرهنگ. آن شخص کسی نیست جز پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. چرا من این حرف را میگویم؟ این حرف من نیست، حرف بسیاری از فرهنگیان حوزه آریایی زمین چی در ایران چی در افغانستان و در سراسر جهان هست که پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان پاسدار فرهنگ آریایی است. با چند دلیل ببینید جناب عالی در یکی از سخنرانی‌های خود می‌فرماید که جسارت داشته باشید، فرهنگ خود را از خود کنید. به چی معنا؟ به این معنا در روزگاری که تهاجم فرهنگی وجود دارد بایستی مردمی باشد، دولتی باشد که فرهنگ خود را صائبی کند. به همین دلیل خطاب محترم جناب عالی امام علی رحمان به تاجیکان و به همه آریایی تباران هست که متوجه فرهنگ خود باشید. اگر می‌فرماید اگر خلایی در فرهنگ شما وجود داشته باشد، این خلای فرهنگی توسط فرهنگ دیگران پر می شود. این مردی مبارز و قوی اراده از تنقید و فشار بیگانه پرستان و دشمنان داخلی و خارجی ملت تاجیک نهراسیده جسورانه منفعت‌های خلق و ملتش را حمایه می‌کرد.
وقتی درباره شاهنامه، نشر شاهنامه و تقسیم آن مردم صحبت میکنن، میگن که یک اقدام کم نظیر کردن جناب عالی. برادرها، این اقدام کم نظیر نیست. این تشبس، این اقدام، یعنی به هر در خانه بردن و تقدیم کردن شاهنامه، این یک نشر بسیار معتبر هست. شاهنامه نشرهای زیاد دارد، نشرهای دارد که از 48,000 بیت تا 55,000 بیت. این شکل اکادمی است. در بدر خانه بردن، به هر یک خانواده رساندن، تقدیم کردن. در تاریخ فرهنگی نه فقط ملت تاجیک، در تاریخ فرهنگ جهان نظیر ندارد. خصوصا شاهنامه و تاجیکان، اینا تشبس ها و خراجات ها و اینوستیسیون نیستند که به نام و نشان از بین بروند. اینا حتما نقش خود را میمانند. من مثلا این شب روز وقتی که از آینه نیلگون شاهنامه خوانی خصوصا نسل جوان میبینم، دل من فرحمند میشود. تصور کردن مشکل بود که شاهنامه را به این وسعت، به این وسعت، به این سراسر جمهوری و حتی از جمهوری دیگر هم آمده شرکت کرده ایستادند. مهمتر از همه میبینیم که جناب عالی در اقدام بسیار پیشینه و بزرگی مرکز بین المللی جشن نوروز را در شهر دوشنبه میفرماید که ایجاد شود و همینطور کانون تمدن آریایی را در دوشنبه ایجاد میکند. از این نظر میبینیم که اقدامات جناب عالی در باره فرهنگ آریایی موجب شده است که امروز خوشبختانه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فراتر از پایتخت تاجیکستان بلکه تبدیل شود، ارتقا پیدا بکند به پایتخت بین المللی جشن نوروز و کانون تمدن آریایی. چرا؟ برای اینکه اگر دیروز این کانون یا این پایتخت فرهنگی در بلخ بود، اگر یک روزی در اصفهان بود، ولی فعلا در آنجاها توجه آنچنانی که به جشن نوروز به فرهنگ آریایی باشد نیست. عملا میبینیم و این توجه ویژه در روزگار معاصر بنابر توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان وجود دارد. این سرور هیچگاه نگذاشته تا ماند تاجیک در جای بی سرپناه، بی کشور، بی صاحب و نام. اخیراً با اقدام امام علی رحمان آورده شد به وطن مشت خاک مزاری 3 تن از فرزندان میهن. آنها از غریب گوری یافتند رهایی و آمدند به خاک اجدادی. خلق باری دیگر خواندش تحسین، گفتنش واقعاً یک صاحب وطن.
مثلا تشبس هایی که پیشوای معظم ملت تشبس های شخصی که نشان داده ایستادن، این بار دیگر وادار میکنه جامعه را که واقعا ما با ارزش های خود با چشم دیگر نگریم. خود همین تشبس بازگردانده آوردن مشت خاک قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخزوم، شیرینشاه شاتامیر و خادم دولتی نثار محمد، این خودش یک نمونه شخصی ارجگذاری به خدمت نفرانی هست که در راه دولت سازی واقعا هم جان خود را نثار کردند. این درسی عبرت است، این سبق آموزنده است برای هر یک اعضای جامعه که ما عجز گذاشته باشیم برای مهنت و زحمت و تلاش های آنهایی که واقعا در راه دولت سازی کوشش و تلاش کردند و با شرافت کوشش های با شرافت جانثاری های آنها امروز ما یک کشور آباد و با یک دولت پایدار با نام تاجیکستان داریم و دولت داری هم این بخت بلندی همه ما است، این قدرت ما است، این نفوذ ما است، این اعتبار ما است، این آبروی ما است. وقتی که امروز درباره دستگیری تشبس های پیشوای معظم ملت در عرصه بین المللی گام میزنیم، سر کرده از تشبس ها در مسئله آب و اقلیم، در مسئله حفظ پریخ‌ها، در مسئله مبارزه با مقابل اکستریمیسم و تروریسم و همین تشبس آخران باز درباره گوییم که 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، این پیش از همه نشانه از آن است که امروز تاجیکستان یک ایمیج مثبت گوییم که دولت تشبسکار را تشکل داده است و امروز تاجیکستان را مثلا محض توسط تلاش ها توسط معرفی پرزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میشناسند و اعتراف میکنند. هم در اثرهای جناب عالی، هم در سخنرانی هایشان، هم در بعضی صحبت هایی که ما مشرف شدیم که در بعض صحبت‌های جناب عالی شرکت کنیم، صحبت کردگی باشیم، در صحبت‌های شخصی حتی، این اندیشه همیشه در روند تفکر جناب عالی همیشه هست، یعنی بزرگ داشت، قدر دانستن. و در همین برابر وقتی که دیروز بود، وقتی که مشت خاک اینها را در نظر دارم نصرت الله مخزوم و شیرینشاه را آوردن، من اولین چیزی که در یادم آمد همون قصه که از تیمور ملیک در همه ادبیات قدیمه هست، این روایت هست، حقیقت تاریخی است. در هر صورت مغز تاریخی از جهانبینی ملت ما دارد. هممون دیدیم وقتی خاک این بزرگوارا رو آوردن با کدام احساس و با کدام صمیمیت پرزیدنت ما این خاک رو استقبال کرد و به خاک وطن منزل آخرت برای اینها درست کرد. این در برابر این همون روزها بود که پرزیدنت ما از تاشکند بخارا رفتن و در بخارا مزار اسماعیل سامانی را زیارت کردن. یک صحنه، این صحنه ها بسیار گویا هستند، بسیار تصویرهای بسیار زیبا و پر از معنا هستند. وقتی که پرزیدنت تاجیکستان به سوی مرقد اسماعیل سامانی می آید، شما ببینید به کدام احساس ها می آید و در نزد این مرقد، در نزد این قبر آرامگاه می ایستد و آن را بوسه می زند. این در عین زمان برای هر کدام ما هم درس است و هر کدام ما باید به قدر این چیزها رسیده باشیم. جای خوشبختی این است که همه گردشگران بین المللی از کشورهای خارجی و حتی از کشورهای منطقه از ایران و افغانستان به این امید و به این انتظار به تاجیکستان به دوشنبه می آیند تا فرهنگ آریایی را در اینجا ببینند که خوشبختانه ما می بینیم در این سالها رهبری دولت تاجیکستان به ویژه جناب عالی توجه خاصی به فرهنگ آریایی داشته. شما میبینید مثلا باغ نوروزگاه را میبینید که همه نماد
کوهنی فرهنگ آریایی در آنجا بازتاب یافته و نمود یافته. شما باغ کوروش را میبینید، شما باغ فردوسی را میبینید، شما باغ رودکی را میبینید، باغ سامانی را میبینید. همه اینها در واقع امر نمود و نمادهای جشن نوروز و فرهنگ و تمدن آریایی است که ما در دوشنبه میبینیم. از این نظر من به این نظر هستم که در روزگار ما پیشوای محترم ملت تاجیکستان جناب علی امام علی رحمان یگانه فرزند صادق و راستین فرهنگ و تمدن آریایی هست که از این فرهنگ پاسداری و پاسبانی می کند، نه تنها در دولت تاجیکستان بلکه در کل اوضاع فرهنگی ما، و به عنوان یک نماینده فرهنگ آریایی در جلسات بین المللی، در نشست های سازمان ملل متحد از فرهنگ آریایی پاسداری می کند و پیام فرهنگ آریایی را به جهانیان می رساند و تأکید می کند که جشن نوروز تنها جشن آریایی نیست، بلکه جشنی است که از طرف آریاییان پیام صلح را، پیام همزیستی را، پیام زندگی با امیر به همه جهانیان پیشکش می کند. مثلا ما به مبارکی و فرخندگی به پیشواز 35 سالگی استقلال کشور تاجیکستان عزیز داریم میریم. 35 سال در حوصله تاریخ کوتاهتر از چشم به هم زدنی هست و در این زمان کوتاه ما میبینیم، اگر منصفانه نگاه کنیم با انصاف، اتفاق خوبی که در تاجیکستان رخ داده این هست که پیشوای این حرکت در تاجیکستان درک عمیق و دقیقی از موضوع دارد. این خیلی کمک کرده. ما گاهی اوقات اگر این اتفاق نمی افتاد، شما این مسیری رو که باید مثلا در 100 سال طی کنید، ممکن است این مسیر 100 ساله 500 ساله بشود. اما یکی از خوشبختی های تاجیکستان این بود، دست به دست هم داد و این کشتی را، اون سکانش و فرمانش دست کسی افتاد که درک عمیقی از این مسائل دارد. من به عنوان یک کسی که کارم حوزه فرهنگ هست درک می کنم که این مسئله یک ضرورت تاریخی برای تاجیکستان امروز هست و تصمیم هایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان گرفته نشان می دهد که درک واقع بینانه از این مسئله وجود دارد و با این درک واقع بینانه استعداد و ظرفیت دولت و ملت تاجیکستان رو در راستای این کار قرار داده و قطعاً با این نگاه، قطعاً این درختی نهالی که امروز ما میکاریم 50 سال بعد، 100 سال بعد، شاید زمانی که حتی ما نباشیم، این میوه خواهد داد و اون میوه به فرزندان ما، نویرگان ما خواهد رسید. و خب ما در بسیاری از این حرکت هایی که میبینیم پرچمدار این اتفاقات خوب رئیس جمهور محترم تاجیکستان هستند. توجه به احیای میراث های فرهنگی نیاکانی ما این مسئله بسیار مهمی هست. این میلت و این سرزمین و این خاک از درونی جنگ و خون و خلاف بیرون برآورده میلت سرجان کرده. Hayatımda Rusya kızıştı. Savganyon Nepurovki Rahat safedu iqbalat baland ba Tacikistani aziz iman.
تاجیکستان 35 ساله شد. او به دوش دارد بار اداره و نظام این ملت را. بنای استقلال و وحدت را بنیاد کرده از خشت اراده، متانت، صداقت، وفاداری و شجاعت. آباد و زیبایش ساخته با عشق و محبت. او قربان کرده قلب و روح، قدرت و توان، جوانی و برنایی را بهر به هم آوری هموطنان، یکدلی هم ملتان و آزادی تاجیکان و تاجیکستان. او نخوابیده تا بخوابد ملتش راحت، تا بخندند کودکان از نشاط، تا ببالند مادران از آرامش، تا بنازند جوانان از آبادی. او کوشید تا باشد تیهی فضای میهن از صدای وحشتناک تیر، دور باشد از آن سالهای سرد، از آن سالهای غبار و گرد، از آن میدان نبرد زیست و مرگ، و توانست جای آن بلند کند در این فضا تنین نوای صلح و آرامی و وحدت. او به تاجیکان بازگردانیده تاجی شان و شان، مقام و احسان. تاجیکستان را مبدل کرده به باغ بهشت و رهانیده او را از بی‌دولتی و از حکم سختی سرنوشت. تاجیکستان 35 ساله شد. او وطن خواهی، وطن داری، وطن بانی می کند. همین بود که تاجیکستان 35 ساله شد. 35 سال تنها رقم نیست، آن تاریخی تقدیرسازی ملت است. لحظه ها و ساعت ها و روزهای جسارتمندی، توانمندی، جان نثاری، جان سپاری است. پس او واقعاً هست معمار استقلال، باعث همبستگی این ملت خوش اقبال. او هست وحدت آفرین و کرد ما را به آرامی و آسودگی و آسایش قرین. 35 سال است ما را هست در لب تنها کلام شکرانه از بودن سروری یگانه، از داشتن دولت آباد، از پایداری صلح و ثبات. این 35 سال تاجیک هست خوشفال و خوشحال، سربالا و سرافراز، خوشنام و افتخار ساز. 35 سال است میگوییم با صداقت و از دل و جان که ما تاجیکیم و داریم تاجیکستان. کنون برون آید از قلب ما مردمی صاحب دولت و صاحب استقلال، مدام این تمنا: ای وطن با پیشوایت زنده باش.